سلام دوستان، الان از نمایندگی پورش اومدیم بیرون و اومدیم توی نمایندگی MSS. یکی از نمایندگی خیلی غول قدره. همینجور که میبینیم الان کنار رویز هستم، اجازه فیلم برداری و اینا رو داریم. حالا دیگه زاویه دوربین رو عوض میکنم که دیگه شما کامل و واضح تر ببینید، با من همراه باشید. خب دوستان، رسیدیم به لامبورگینی اوروس کیت منصوری. لامبورگینی اوروس کیت منصوری. اما منصوری چه کردی با ما؟ نگاه کنید بچه، یه ماشین به شدت احساسی غول. این هم دوباره لامبورگینی اوروس، ولی خب رنگ زردشه. و اینکه حالا میریم ماشینای بعدی هم ببینیم که در چه حالیه. این لامبورگینی خیلی معروفه، لامبورگینی اوروس با کیت مشکی نارنجی، ماشین به شدت احساسی و روانی کننده. همونجور که میبینید توروزی مشکی نارنجی و یه کیت خیلی روانی داره. واقعا این ماشین رو خیلی دوست دارم. فرقی که داره این که سقفش باز میشه، ولی این بچه ها اصلا نگم برات ترینه به نظر من. نگم برات رنگ سفیدش هم هست، رنگ قرمزش هم هست. خدمت شما عرض کنم الان این رنگ سفیدش یه حالت قایق توری داره، یعنی انگاری اصلا یه چیز خیلی روانیه. و اینکه واقعا ماشین خیلی جذابیه. این رنگ قرمزشه، آرم معروف رویز. این هم آرم معروف رویز که رنگ سفید نارنجی و رنگ جذاب قرمز مشکی. توروزی قرمز مشکی این ماشین با روح و روان آدم جوجه کباب درست میکنه. فراری نمیدونم چی فالی برای گلم، بنتلی. حالا میریم قسمت لامبورگینی و در مرحله آخر ماشین مورد علاقه‌ام بلک سیریس. با ما همراه باشید.